در دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی جشن ملی مهرگان با شکوه خاصه تجلیل گردید. آموزگاران و دانشجویان فاکولتیت‌ها در صحن دانشگاه گوشه‌های نمایشی خود را آماده نمودند محصولات کشاورزی، خوراک‌های ملی، میوه‌جات و هنرهای دستی را به تماشا گذاشتند. مهرگان تجسمگر ارزش‌های نیک انسانی، فیض و برکت روزگار و حیات آرام و آسوده مردم میباشد. مهرگان جشن است که بر اساس قانون‌های طبیعت، برابرشوی شب و روز در فصل تیرماه و جمع‌آوری حاصلات کشاورزی و باغداری تشکل یافته است. چاره‌بینی آموزگاران و دانشجویان دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی که با هدف احیای عنعنه‌های ملی و ارزش‌گذاری به ارزش‌های فرهنگی خلق تاجیک برگزار شد، فضای ادانه و شادی و نشاط را به دانشجویان و آموزگاران بخشید. تاکید گردید که جشن مهرگان یکی از سنت‌های باستانی ملت تاجیک به حساب رفته، ریشه‌های تاریخی آن از هزار سالها قبل سرچشمه می‌گیرد. تجلیل این جشن نشان دهنده ارزش‌گذاری به مهنت، زمین، آفریدگار و نعمت‌های طبیعت میباشد. در دوران استقلالیت دولتی احیای جشن‌های سنتی ملی از جمله سده، نوروز، تیرگان و مهرگان با اقدام پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به یک رمز خودشناسی و وحدت ملی تبدیل یافت. در جریان تجلیل جشن مهرگان همچنین برنامه فرهنگی با اشتراک هنرمندان انسامبل چهره‌نمای دانشگاه پیشنهاد گردید. مهرگان همچون یکی از قدیمترین جشن‌های مردمی تاجیکان رمز مهر و محبت، دوستی و نکوکاری و برکت زندگی بوده. تجلیل آن در محیط علم و معرفت گواه احترام به سنت‌های ملی و احیای روح خودشناسی ملی محسوب می‌یابد.